کتاب اسمش کتاب اسرار آل محمده که در مناطق اهل سنت نشین پخش میشه. در کتابخانه ها برید بگردید، نمایشگاه ها، همه جا هست این کتاب. اسامی 155 نفر از رهبران بزرگ شیعه رو در این کتاب ذکر کرده که این کتاب تایید شده است، هیچ شکی درش نیست و از اساس مذهب شیعه برگرفته از این کتاب است. در این کتاب نوشته که بعد از رحلت پیغمبر علیه السلام تنها 3 نفر مسلمان موندن، سلمان و ابوذر و مقداد، همه کافر و مرتد شدن. در این کتاب نوشته شیطان در طبقه 4 جهنم زندگی میکنه، ولی شیخین یعنی عمر و ابوبکر در طبقه 7 جهنم هستند. در این کتاب نوشته امام زمانی که ساختند که میاد دنیا، اولین کاری که میکنه میره روی قبر ابوبکر و عمر و اون دوتا رو بیدار میکنه. بعد گناهان ابوبکر و عمر رو یک سر ترازو میذارن، گناه ابناء آدم از آدم تا قیامت رو یک سر ترازو میذارن، گناه ابوبکر و عمر از همه سنگین تره. اونجا حسابی به حسابشان میرسه، اون امام زمانی که ساختند. از این کفریات زیاد تو این کتاب است. یعنی بعد از 32 سال دستاورد ما از این حکومت جمهوری اسلامی این است. خاک عالم تو سر اون ملاهای کاسلیس خائن دین فروش. چند روز دیگه با نام هفته وحشت مثل رمه خر و الاغ آخوندهای صیغه‌ای و ضد دین خدا اینا رو جمع میکنن، بعد از اینا فیلم برداری میکنن، فیلم ها رو میبرن سوریه و چین و آفریقا و مناطق مختلف، میگن آره دیدین اینا همه رهبران اهل سنتن که با ما بیعت کردن، ولایت ما رو پذیرفتن، ولایت فقیه رو قبول کردن. خلاصه دین فروشی انسان رو به جهنم میبره. من در اینجا میگم ای خائن هایی که با نام رهبران اهل سنت که باید موساوار این ملت رو نجات بدهید، رهبری کنید به سوی هدایت خدایی، مرگتان باد، ننگتان باد، بس کنید، دین فروشی نکنید، رسوا میشوید، هم در دنیا و هم در آخرت الله شما رو رسوا میکند. ملت اهل سنت هرگز شما را نمی بخشد.